موضوع دیگه ای است که شما 100% باید متحد باشین در رابطه. گفته میشه وقتی ازدواج میکنین باید برای یک مرد دیگه کل زنا حیثیت خواهرش بگیره و برای یک زن هم کل مردا دیگه حیثیت برادر بگیره. نه ای که شما هم را یک کسی ازدواج کردین در ذهنتون برای کسی دیگه هم فکر میکنین. این نادرست است. بعضی شما دیدین حتی در محفل عروسیش مثلا در پالی نامزاد خدا استاد شده، اوه والا دختر خالیش هم مقبول بوده، چطور کور شده میره ندیدم. در پالیش داد در اون موردالی فکر میکنه. نه، وقتی ازدواج میکنیم دیگه ذهن ما، وجود ما، کل ما همسر ما باشه و بر از این رابطه متحد باشیم. در غیر از این رابطه خراب میشه و حتی بعضی وقتی یادآوری ها را میکنن که والا فلانیگک خوب بود، من ناق تو رو گرفتم و امثال از یا خرابی میکنه. و در فرهنگ ما بازی رواج هم است. وقتی شما در مورد یک کس دیگه فکر میکنین عشق در رابطه وجود نداره، به خاطری که از مشخصات عشقیست یک اخایی است، اونم یک نفر برات مهم است. اگه 2 نفر شده در ذهنت تو عاشق نیستی. در وطن رواج است دیگه. هنرمندا میخوانم میر مفتون خوانده یک آذری نام چیز، حتی حافظ قسم میکنن میگم، حافظ لسان الغیب میگن نه، دخترها شنیده بود یک 6 تا دختر که ولای رفتن سر قبرش شدن وقت حافظ نبوده بود، گفتن بیا امتحان کنیم واقعا همین تو بوده نبوده. باز دخترها یک مصرع شعر میگه، شهری است پر کرشمه و خوبان ز 6 جهت، میگه از قبر حافظ صدا آمد دستم توهیست ورنه خریدار ارششم. بنان یک خواهی بسیار مهم است در ازدواج. اونم یک نفرتان که همسرتان است، اونمو ذهن و ضمیر و فکرتان کلش اونمو باشه. شماره بعدی برای بهبود زندگی زناشویی بیان احساس ماست. زن و شوهر از امروز شروع کنه که دیگه خدا بگه دوستت دارم. میفهمین یکی از اختلافات معمولا در ماینه خانه است که دکتر صاحبی مرا نمیگه دوستت دارم. معمولا خانمای شکایت زیاد داره چون مردان نمیگه. میگه ما آدم چرا نمیگی دوستت دارم؟ میگه دوستش دارم. خب این بگو. میگه نمیفهمم خودش از صبح تا شب ما جان میکنیم به خاطر کی؟ به خاطر همین که خوش باشه. گفتن برش سخت است. گفتن نمیتونه. بگو میگه اون روزی کارسی میکردیم گفتمش که دوستت دارم. اشال همیشه دکتر سه پیشوری تو شرم است نمیشه. همین خیر بگو دکتر محرم است بگو. آخر حتی میشرمه بدری بگه دوست دارم به انگلیس میگه I love you. سخت است احساس برش بیان کردن. نه حتما تمرین کنید. ولی دیگران میگه بخدا دکتر صاحب ما یادت نداریم. نه شروع کنید. یادت شروع کنید. یا در بخوا خیر اگه صبلتت کردم بگو زن جان دوستت دارم. زنالی میگه بدقار شده دم شرار لد میکنه. بگو دوستت دارم. احساس خود ابراز کن. گپ دل خود بگوین. راحت باشید. فیلم بازی کردن، نقش بازی کردن اینا در زندگی زناشویی کار نمیکنه. بعضیا چی میگه؟ خودش باید بفهمه دیگه. مخصوصا خانم‌ها بعضن ایره میگه. خودش باید درک کنه. میگم بیچاره خود درک کرده نمیتونه. مردا گنگس هستن بیچاره. خدا درک نمیکنه. او تو چطور درک کنه؟ خدا یک وسیله داده برات به نام زبان. به جای اینکه منتظر شوی درکت کنه خودت بگو، برش بگو. حتی زیاد ما کتره کنایه گپ توک پیچک میتیم داری که مستقیم بگوی. بعضن زناشویی تو رفتار میکنن مثل که سفیر 2 تا مملکت دشمن شیشته باشن در بحث‌های سیاسی که گپ خطا نخوره. داری که تعریف سمیتی است که شما راحت گپ بزنین. حتی اول گپ بزنین بعدش فکر کنین راحت باشین. وقتی شما در گپ زدن او که ما چی بگویم چی نگویم اوضاع زندگیتون خراب است. و حتی امروزه میگن شما کسی ازدواج کنید که خوب قصه تان همراهش میه. راحت گپ میزنید 2 ساعت 3 ساعت هنوزم دلت سیر نمیشه. نه که تو بشینی حال چرت بزنی چی بگویم. همین اخبار چی گفت سوریه چی گپ شده؟ آلو هم چرت بزنه چی بگه؟ غیرت گپای جوانی نکنیم. بنان این بسیار مهم است که ما احساس خدا برام دیگه بگوییم. حتی مثلا سر وظیفه هستیم یک مسیج کنیم دوست دارم همسرا با هم یک زنگ بزنه دق شده بودم پشت دوست صمیمیت رو زیاد میکنه. هر دو طرف عاشق هم شده میره.
هی والا دکتر صاحب تو از دل گرم دیگه میزنی ما قد کار خانه است. کار خانه را بس کن، یک توقف کو از کار خانیت که دیگه گپ مهم است. تو بگی یک هفته این کار شروع کن ببین چقدر زندگی خوب میشه. تو از خانه برای شوهرت یک مسیج که یک زنگ بزن بگو دوست دارم دق شده ببین که شام یک چیز خوبیش میاره نمیاره، یک کالای خریده یک میوه آورده. خدا اگه نه دیگه قار میباشه دیگه نمیگه شوهر زنگ زد خانه بهش که خانم چی پختی؟ قار بود. گفت زار پختی. چه پختی؟ گفت نوش جانت من شب جای میمان هستم. گفت تو خبر باش. اول میگه یک شوهر آمد که زن اون موتر سرخ گفته بودی؟ اون سرخ لکسم جگری ها زنش خوش همون رو گفته بودی بخری؟ گفته اونم بود یک نفسیرین سرخ برد خریدی. کرد که موتر برش خرید. راحت بودن، آسوده بودن، حرف خود گفتن این بسیار مهم است. تهمت کردن، غیبت کردن، دروغ گفتن، پت پنهان کاری در زندگی زناشویی اگر زندگی رو خراب میکنه. لطفا نکنید. صادق راست باشین با هم دیگه. صداقت اساس زندگی رو میسازه. خواسته های خود به خوبی بیان کنید. راحت باشید.